بسم الله الرحمن الرحیم. همدیاران عزیز، فرارسی ماه شریف رمضان را به یکایک شما تبریک میگم و از خداوند منان برایتان تن صحتی و قبول عبادت ها را در این ماه شریف رمضان تمنا دارم. امسال ماه شریف رمضان همزمان با فرارسی بهار راست آمد و همونطوری که ما انشاءالله در این ماه مرد در اول بهار از نور آفتاب استفاده خواهیم کرد و بدن خود را گرم خواهیم کرد. در ماه شریف رمضان هم از نور ایمان ذهن خود را، ایمان خود را، قلب‌های خود را نورانی خواهیم گرداند و این ماه شریف را که ماهی هم عبادت است، ماهی ریاضت است، ماهی نزول رحمت، ماهی مغفرت و نجات از آتش دوزخ است، به نوع احسن و بهتر استفاده خواهیم کرد. البته این ماه و آغاز روزه در شرایطی برای مسلمانان جهان فرا رسید که نه تنها جهان اسلام بلکه سیاره زمین و همه بشریت در یک حالت تکاپو و در یک حالت جدال و در حالت نزاع‌ها قرار دارد و بخصوص جهان اسلام. ما از یک طرف از حادثه های فلسطین، از اذیت مردم غزه، از مصیبت های مردم غزه شروع کرده تا حادثه های سوریه، تا کشورهای دیگر و حتی منطقه به ما نزدیک جنگ روسیه و اوکراین که در اون هم در هر دو طرف هم مسلمان های زیاد زندگی میکنند و متاسفانه طبق تقاضای این وضعیت بعضا در دو سنگری به هم مقابل قرار گرفتن و ما مسلمانان و جهان اسلام متاسفانه در چنین یک شرایط به سر میبریم و امسال ماه شریف رمضان رو هم استقبال میکنیم. اما اون چیزی که برای ما خیلی مهم است و بخصوص در این ماه شریف رمضان که نه تنها ماه عبادت هست، ماه ریاضت و طلب رحمت و مغفرت است، بلکه ماه امتحان هم هست، امتحان صبر، استواری و مبارزه برای آینده نیک. ما اگر از لحاظ اعتقادی و از لحاظ ارزشی نگاه کنیم، وقتی میگیم که مبارزه ما، امتحان ما برای آینده نیک است، منظورمون البته رضای پروردگار است و آن که پروردگار خودش در عوض این عبادت ها برای همه بندگان جنت الفردوس را هدیه کرده باشد، چون ما نمیدونیم که پروردگار در عوض این عبادت ها و این صبر و تحمل و شکیبایی چی پاداش را برای بندگان خواهد داد، چون خودش در حدیث قدسی میفرماید که الصوم لی و انا اجزی به، یعنی صوم، رمضان، روزه داشتن تنها برای من است و من فقط خودم پاداش این عبادت را میدهم، در صورتی که انسان ها میتوانند نماز و حج و زکات و عبادت های دیگر را بعضا برای ریا هم انجام داده باشند. اما روزه یک عبادتی هست که اون را امکان ندارد برای ریا انجام داده توان و این را فقط خداوند میداند. یک سیری هست بین پروردگار و بندهش، بنابر همین است که پروردگار میگه این عبادت خاص برای من است و من هم پاداشش را میدهم و ما هم با امید آنکه پروردگار از خزانه رحمت و لطفی به کنار خودش به ما یک پاداش را در آینده خواهد داد، به همین خاطر عبادت میکنیم. اما وقتی میگیم که این یک امتحان برای صبر و آینده به معنای بشری خودمان هم هست و همچنین هم باید باشد، ما باید در این ماه شریف رمضان هم عبادت و هم ذکر و این چنین تدبر و تفکر درباره انسان بودن، درباره کرامت انسانی، شرافت انسانی، آزادی ها و ارزش ها هم باید فکر کرد و آینده خود و ملت را و فرزندان خود را، نسل های آینده خود را باید طرز ساخت که همون روحیه ماه شریف رمضان، همون فضای ماه شریف رمضان همیشه 11 ماه دیگر در جامعه طنین انداز باشد. و بنابراین وقتی که ما ماه شریف رمضان را اگر با معنای تامش درست استفاده بریم، هم برای آینده معنوی و اخروی خود ذخیره های کردیم و هم برای آینده دنیوی خودمان، چون برای ما بندگان مسلمان به همون مقداری که حیات اخروی مهم است، به همون مقدار حیات دنیوی هم مهم است و بیهوده نیست که در مهمترین دعایی که مسلمانان میکنن و در قرآن مجید هم آمده است،
ما میگوییم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنه. یعنی حتی در این آیت، در این دعا ببینید که ما از پروردگار میخواهیم که اول ما را در دنیا بدهد و بعد در آخرت. یعنی اینجا دنیا، زندگی دنیا و سعادت دنیا و شرافت و کرامت انسانی در همین دنیا مقدم به جایگاه ما یا طلب و درخواست ما از پروردگار برای آخرت آمده است. و بنابر همین من امیدوارم و تمنا میکنم و دعوتی برادرانه ما هم از شما هموطنان عزیز این است که این ماه شریف را هم برای آخرت خود استفاده کنیم، هم با تدبر و تفکر برای آینده جامعه، آینده مبارزه، آینده کشور و ملت و اون صبر و استواری در مبارزه را در این ماه شریف رمضان هم بیاموزیم، هم تجربه کنیم، هم برای آینده ذخیره کنیم. و خواهش و پیشنهاد دیگر هم اینجا است که هر سال تکرار میکنیم، در این ماه شریف دو گروه از هموطنان عزیز ما را فراموش نکنیم. در قطار پدر و مادران، خویش و تباران، یتیمان، کلانسالان که در کشور هستند یا در هر کجای هستند و امید کمک و دعا از ما دارند، این دو گروه مهاجرین و زندانیان خدا ما را فراموش نکنیم، هم با دعای خود و هم با کمک های مادی خودمان، چون این دو گروه بخصوص زندانی های سیاسی ما شدیداً نیاز به کمک های شما دارند. از آن جمله مهاجرین ما